یک زن 37 ساله ساکن جماعت واروخ اسفره را برای به خودکشی رساندن همسر برادرش به 4 سال زندان محکوم کردند. در قرار دادگاه آمده است که این زن نسبت همسر برادرش مناسبت دغلانه نشان داده، او را منتظم تحقیر میکرد و شأن و اعتبارش را در نزد دیگر اعضای عائله پس میزد. زن محکوم شده اتهام اعلان شده را در دادگاه رد کرده خود را بیگناه گفته است، اما دادگاه شهر اسفره میگوید که سنجش تلفنی زن 77 نشان داد که او از مناسبت بدی خواهرشوی به شوهرش شکایت کرده است. بر اساس قرار دادگاه زن محکوم شده 4 سال زندان را در زندان نظامش عمومی می‌گذراند. این بار اول نیست که زنها در پی مناسبت بدی خوشنامان یا دیگر اعضای عائله شوهر قصد جان خود می‌کنند. طبق آمار رسمی سال 2025 بیش از 200 زن در تاجیکستان قصد به جان خود کرده، برخی از حیات محروم و چند از سوی نزدیکان نجات داده شدند. به اطلاع رسمی سال گذشته بیش از 3600 شکایت از خشونت در خانواده‌ها ثبت گشته است. این 403 مورد زیادتر نظر به سال 2024 میباشد.